امروز جمعه 14 فوریه است و در این صبح بر وقت به همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 7 است. روزی سعید رو برای شما تهنیت میگم و امیدوارم هر جای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید و چون همیشه رو میارم حالا به خبرها. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر می‌دهد که باریدن برف و باران در نواحی کوهی کشور و همزمان گرمشوی هوا سببکاری لغزش ترمه و ریزش سنگ شده است. این شب و روز وضع در راه‌های ماشینگری دوشنبه رشت لخش، دوشنبه چناق، شمزین شاهین، ونج، خاروغ، اشکوشیم خطرناک است. به قبل منبع اخیراً در شهرهای دوشنبه چناق 17 مورد فرآمدن ترمه ثبت شده است. لغزش ترمه نیز به قید گرفته شده است در دیگر منطقه‌ها. برای تامین بخطری رانندگان و مسافران در راه‌های زمستانه و رساندن کمک فوری، کارمندان نجات کمیته شبانه روزی نوبت‌داری می‌کنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده از رانندگان و همه ساکنان کشور خواسته است که در این روزها از سفرهای بی‌ضرورت طریق ناحیه‌های کوهی خودداری نمایند و جان خود و همسفرانشان را در خطر نگذارند. صبح امروز مسافران کشتی سیاحی که 2 هفته به این طرف در کشورهای آسیا در بدر بود بالاخره در کامبوجا با گلچنبر از طرف پیشوای این کشور استقبال شد. سروزیر هون سین اولین 100 نفر مسافر را شخصا در بندر سیهانکوویل پیشواز گرفت. کشتی وستردام با 2257 مسافر و عضو اکیپاژ 1 فوریه از هنگ کنگ به راه برآمد و میبایست 14 فوریه در ژاپن سیر را به پایان رساند. ولی چندین کشور آسیایی با اشاره به سرایت کرونا ویروس این کشتی را به بندرهایشان راه ندادند. فعلا در سراسر عالم بیش از 58,000 نفر که اساساً شهروندان چین میباشند گرفتار این ویروس شده و تخمینا 1400 نفرشان به هلاکت رسیدند. سروزیر کامبوجا اثنای پیشواز مسافران ابراز داشت که صرف نظر از وضعیت کشورش به حقوق انسان احترام میگذارد و تمام مسافران و اکیپاژ کشتی را به قلمرو کامبوجا راه داده برای تشخیص و معالجه بیماران کمک می‌رساند. در عین زمان خبرگزاری اوستا از قبل سفارت تاجیکستان در چین می نویسد وضع سلامتی 10 دانشجوی تاجیکی که در شهر ووهان ماندند معتدل ارزیابی می شود. 7 نفر آنها هفته جاری بنابر تب بلند امکان پیدا نکردند که طریق هواپیمای سومون ایر به تاجیکستان برگردند. به گفته سفارت تاجیکستان آنها مبتلای ویروس سرایتی نیستند و زیر معاینه طبیبان قرار دارند. گفته می شود دانشجویان تاجیک فعلا در خوابگاه دانشگاهشان قرار دارند و ماموریت دانشگاه آنها را با خوراک و تمام مواد لازمی تامین می‌کند. مقامات تاجیک تلاش دارند بخش اعظم امور نفوس‌شماری نوبتی را که تیرماه امسال در نظر از طریق اینترنت انجام بدهند. به این منظور حدود 4,500 پلنشت خریداری شده. قرار است در منطقه‌های مختلف تاجیکستان 500 نقطه رایگان دسترسی به شبکه جهانی فعال کرده شود. گلنور حسن‌زاده رئیس اژانسی امور تاجیکستان روز گذشته در نشست خبری گفت نفوس‌شماری و معین ساختن فوند منزل در سال جاری در مقایسه با برآیختگیری‌های گذشته با مقدار سوال‌هایش فرق دارد. از جمله در این نفوس‌شماری تعداد نفران مشخص کرده می‌شوند که اصلاً منزل برای اقامت ندارند. تاجیکستان مثل هر کشور دیگری عضو سازمان ملل متحد وظیفه دارد است که در 10 سال یک بار مرکه نفوس‌شماری را برگزار کند. نفوس‌شماری آخر در تاجیکستان سال 2010 صورت گرفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک نفر خبر می‌دهد که به ساخته‌کاری شناسنامه خارجی تاجیکستان متهم می‌شود. به قبل این نهاد علی جلیلوف ساکن 37 ساله وحدت از 2 زاده تاجیکستان که موقتاً از روسیه خارج شدند برای آماده نمودن شناسنامه با نام و نسب دیگر کس 13,000 سوم گرفته است. بعداً این 2 شناسنامه بیومتری را با عکس‌های خود جبردیدگان آماده نموده برایشان داده است. وزارت کارهای داخلی از قبل گمانبر می‌گوید که شناسنامه های تقلبی با کمک یکی از دوستانش در روسیه تهیه شدند. وابسته به این حالت تفتیشات ادامه دارد. طبق گزارش‌های رسانه‌های معتبر بین‌المللی آمریکا و طالبان بعد از بیش از 1 سال گفتگوها به توافق صلح نزدیک شدند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با نشر یک پیام در توییتر گفت که مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی با وی از پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح با طالبان خبر داده است. آقای غنی به نقل از وزیر خارجه آمریکا نوشته است که طالبان پیشنهاد کردند که خشونت‌ها را کاهش می‌دهند. طبق این گزارش‌ها طالبان پیشنهاد یک هفته آتش بس در افغانستان
افغانستان را دادند تا با آمریکا گفتگوهای گسترده برای رسیدن به صلح انجام بدهند. گروه طالبان خواهان خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان است و آمریکا نیز می‌خواهد این گروه تندرو اطمینان بدهد که با خروج نیروهای خارجی امنیت افغانستان به خطر نخواهد افتاد. آمریکا همچنین خواهان گفتگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان است، اما طالبان تا حال این پیشنهاد را قبول نکرده حکومت افغانستان را دست نشانده خارجی ها می‌دانند. قرقیزستان میگوید روسیه تصمیم دارد در پایگاه هوایی کنت این کشور تجهیزات جدید مدافع ضد هوایی و درون یا خود هواپیماهای بدون سرنشین را مستقر کند. این پایگاه در اختیار نیروهای روسیه قرار دارد. نورلان کیریشیف معاون فرمانده استعداد کلی نیروهای مسلح قرقیزستان گفت روسیه همچنان خط پرواز و نشست هواپیماها را نیز تعمیر میکند. کیریشیف افزود این اقدام بر پایه سازشی عملی میشود که تا 22 سال گذشته از طرف پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اثنای زیارتش از قرقیزستان امضا کرده بود. پایگاه هوایی کند در سال 2003 در چارچوب سازمان پیمان امنیت دست جمعی به اختیار روسیه داده شده است. روسیه و قرقیزستان همراه با ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و تاجیکستان عضو این سازمان میباشند. بر اساس پرسش ها میزان اعتماد یا باوری مردم روسیه به پرزیدنت ولادیمیر پوتین در 2 سال اخیر به سطح پایین‌ترین فرآمده است. در این زمینه نتیجه های پرسش افکار عمومی مرکزی لیودا گواهی میدهد که روز 12 فوریه نشر شد. میزان باوری مردم به پوتین که از سال 2000 بازجلب قدرت را در روسیه در دست دارد ماه نوامبر سال 2017 به 59% برابر بود. در پرسش های 2 سال اخیر تخمینا 35% پرسیده شده ها گفتند که به پوتین اعتمادی بیشتر دارند. این نشان داد در یک دوره بسیار مشکل برای کرملین نشر می شود، چون در دوره دوم پرزیدنتی 6 ساله پوتین که سال 2024 به انجام می رسد نقش او در قدرت و سمتگیری های بعدی مورد بحث قرار گرفته است. در یک سال گذشته در تاجیکستان بستن عقد نیکو کمتر ولی جداشوی خانواده ها بیشتر شده است. بنا به معلومات آماری در سال 2019 در کشور زیاده از 79,000 عقد نیکوی شهروندان به قید گرفته شده است که نسبت به سال 2018 4% کمتر است. در عین زمان شماره در سال سپری شده طلاق 12,000 خانواده بوده است. تحلیلگران از همپوشی اویله ها را یک پدیده نگران کننده مینامند و میگویند همه گونه بدبختی در اویله های تاجیک باید جدی گرفته شود. به قبل آنها مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانوادگی های جوانان شده است و دوری زن و شوهر جوان باعث بیمار شدن همسران و بدبخت گردیدن فرزندان می شود. و بینندگان عزیز اکنون از خود وزیر خارجه چون همیشه برای شما معلومات میدهیم که امروز از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است: $1 9 سومانی و 69 درم است، 1 یورو 10 سومانی و 53 درم ارزش دارد. قرب روبل روسی باشد در قیاس به روز گذشته پایین‌تر آمده است و امروز 1000 روبل روسی 151 سومانی و 80 درم مقرر کرده است. سپاس میگم از همراهی که در این صبح بر وقت خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. من شما را در دوام روز منتظرم. روزتان بخیر بود.